بسم الله. سلام دوستان، امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشین. امروز اومدیم سراغتون با گیم پلی یک بازی بسیار غیر معروف به اسم ابلیس. این بازی ساخته شرکت ایندی ترکیه‌ای هست و به این جهت که فضای تقریبا مشابه با دین اسلام و ترکیه داره، خیلی برای ما هم ملموس هست. از نظر جن و اینا میگم. قبل از اینکه شروع کنیم، اگه حال کردین لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون قراره یک عالمه گیم پلی باحال بازی کوچولو و ناشناخته براتون بذاریم. خب چیزی که از فروما من شنیدم، این بازی باید خیلی بازی باحالی باشه. میریم با هم ببینیم که چجوری هست. بازی کوتاهه. خب میریم که شروع کنیم. ابلیس. خب ببینیم ستینگزی که نداره، یه کانترلز داره. ببینیم کانترلز بازی چجوریه و چقدرم ساده است. اینجا این ترجمه ترکیش هم اینجا وجود داره. خب یه واک داریم، یه ران داریم، رادیو بیبی، الله اکبر بیبی دیگه، مچ تیوی کی. خب یه ای هم داره که دور کابینت درایر. خب خوبه، کانترلزش خیلی ساده است. بریم که ببینیم چی هست این بازی. خب بله، از این جهت میگم ما احتمالا خیلی حال میکنیم، چون فضاش باید با فضای فرهنگ ما شبیه باشه. خب the incident took place in the village of گفته شده بر اساس واقعیته که ما توی دهکده تو ترکیه این اتفاق افتاده. بعد دهکده که خیلی معتقدن اتفاقات پارانورمال هم توش زیاد افتاده. به به. A newly married couple. مثل همه داستان ترسناک ما یک زوج جوان داریم که میرن توی خونه جدید و دچار یک حادثه شدن. بگونز فامیلی خانواده داماد عروسه رو دوستش ندارن، ولی خبر ندارن که اصل قضیه چیه. چی اصل قضیه؟ روح عروس، اوه روح عروسه خونه رو تسخیر کرده به شکل بدی یا ابوالفضل. حالا خانواده چیکار کردن؟ از ما خواستن که بیایم طلسمو بشکنیم، این روحه رو رها کنیم بره. خب من چیکاره بیدم آخه؟ The whole thing is real, you're the clergyman. به ما هم روحانیشون هست. من الجنة والناس. جان سوره ناس رو خوند الان. خب بذار ببینیم. لودینگ. چه باحال بود، قرآنم میخونه. چقدر لود میکنه. بازیش کلا 7-8 گیگ بود دانلودش، خیلی هم حجیم نیست. ببینیم گرافیکش چجوری هست اصلا با این حجم. بسم الله الرحمن الرحیم. به 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 به. مثل که قضیه خیلی جدیه. دوستمون داره سوره ناس رو میخونه. خب کرسر موس هم ناپدید شد، مثل که باید گوش کنید. قرآنی که نشون میدادید سوره عبس و توله، با لاغت صفحه قرآنش رو درست می آوردین. چه سوتی زایه‌ای. خوبه سوره کوتاهی رو انتخاب کرده لاغت، خیلی علاف نشین. الله اکبر. فکر کنم داشت نماز میخوند. خب حاجی نماز تموم شد، ما بریم سراغ بازیمون. بله بیا. چه صفحه کامراش هم یه فیلتری داره که انگار عینکش کثیفه این بنده خدا. به دیوار رو ببینیم. به اللهم صل علی محمد و آل محمد. به الله. خب مشخصه که یه خانواده مؤمن مسلمونی اینجا بودن توی ترکیه. خب آقا بریم از اتاق بیرون، بریم. بسم الله الرحمن. بریم بیرون آقا. در با چی بود؟ ای بود کلید اکشن. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوستمون هم بسم اللهش رو گفت. ببینیم چه خبره اینجا. شما صدای آهنگ میاد.
آقا ما رو یه راست رفتیم طرف آهنگ، رعد و برقم که زد و گفته شده که خیلی جامپ سکیر نداره بازی، ولی بازم احتیاط ضرر نداره. آقا این به 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 به، رادیو هم داره میخونه. آقا این کرسر موس ما رو چرا نشون نمیدی؟ روش کلیک کردیم. یه لحظه اینه، چرا کرسر موس ناپدید شد؟ settings settings که هیچی. ناراحت شده مثل ببینم رزولوشنش همینه واقعا. بلش کن دیگه، با همین بریم. مدلش احتمالا همین جوریه که با نگاه عمل میکنه. اوه کشو باز شد، ببینیم کشو بغلی اینم باز شد، هیچی نیست اینجا. من میگم برگردیم طبقه بالا، حالا که خب شیفتم. شیفت چرا نمیدوه؟ فکر کنم نداشت، اسپرینت نداشت. ران داره آره، ولی خب الان دوست ندارن ایشون بدانه نداره. خب بریم ببینیم چی داریم این بالا. صدایی بود، لام از سب صدای چی بود؟ اوه لامپ اصلا نشونه خوبی نیست، لامپ چشمک زن اصلا، یا اول فصل لایک شد. خب نفس هم داریم میزنیم. آقا بریم اینجا ببینیم. به 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 چه تابلو فرش قشنگی، تفنگی. این عروس داماد عزیزمون اینجا هستن. این چیه؟ دارم مثل که رو همه چی ما این ای رو میزنیم، هرچند نوشته بود فقط در و کمد و کشور و این چیزها رو قرار باز کنه. آقا کمد رو باز کنیم. 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحیم. این ور خبری نبود. این یکی وانه میکنه، همون یه درشه فقط. کشو چیه؟ چیزی تو کشو نداری به ما بدی؟ بندکی پایینی ها رو وانه میکنه. نه همین. خب آقا ما رفتیم. کسی حمله نکنه، بچه خوبی باش. آفرین، روح عروس مهربان. اینجا چیه؟ اینجا کجاست؟ دستشویی. چند وقت اینجا رو ول کرده بودن، رفته بودن. بیرون سگم پارس میکنه، نه نشانه خوبی نیست. خب اینو باز کنیم. باز شد. باز نمیشه. خب اینجا دیگه خبری نیست. ببینیم دیگه، فکر کنم مجبوریم دیگه بریم پایین. دون و برقون. Find the key در زیرنویس نوشتن. آها این دره رو خواستم باز کنم، نوشت این دره قفله. نز این چه صدایی آخه لامصب. فکر کنم این صدایی که میاد یعنی یک جایی، اینم که کلید میخواد، یک اتفاقی افتاده. نمیدونم حالا باید برگردیم بالا یا بریم این سمت ببینیم چه خبر. چی آخه مرد مومن تو خونه عروس داماد آویزون میکنین آخه؟ پشماش میریزه. داماد چپ میخواد بیاد بره اینجا که تاریکه. ها بریم باز میشه. آشپز خونش روشنه، لامپش صدای مهتابی میده. خب اینجا چی داریم؟ آقا اینا رو باز نمی کنی. اینا باز شدنی نیست. باز نه. یخچال، کمد، هیچ. اینجا که هیچی نداریم. اینجا هم که خیلی تاریکه. خب جوری که من خونده بودم این بازی مرگ و گیم اوور نداره، خیلی هم کوتاه نمیشه، حدوداً 1 ساعت بعد. ولی خب باید بچرخیم بریم ببینیم کجا میرسیم. برگردیم بالا. اون صدایی که اومد شاید یک اتفاقی بله اینجا یک یادداشتی داریم. چی میگه این یادداشتم؟
میگه break the spell, find the key to the exit door and escape the house. طلسم رو بشکنین، کلید خروج رو پیدا کنین، از خونه فرار کنین. چشم، اینو که خودم تصمیممون همینه دوست عزیز، الان زحمت کشید. خب اینجا همچنان تاریکه. نگاه کن تو چیه؟ خب تو که با رعد و برق نفست میگیره آخه غلط میکنی. خب همچین شغلی رو قبول میکنی آخه مردی که. خب چیزی اینجا حاجی، خب چه خبره الان؟ من الان چیکار کنم؟ لامصب باز صدا اومد. خب بریم ببینیم ترسیدم این کپسول لامصب رو دیدم، فکر کردم چیزیه. اینجا که خبری نیست، تو نمازخونه هم که هیچی. به گمانم دوباره باید بریم پایین. برو چون ضبطه رفتیم خاموش کردیم. چی بود؟ آهنگ گن میزد به سحال. پارس میکنه سگه. آقا مطمئنی اینا رو نمیخوای باز کنی؟ یه آیتمی چیزی؟ نه هیچ. اینجا هم حالا ای رو میزنیم ولی خب چیزی نیست. بیرون داره بارون میاد. الله اکبر، لا اله الا الله. وای یه چیزی شد. و یه موسیقی بسیار دلانگیزی هم شروع شده. الله اکبر. دوست عزیزای مصممی بابا میخوای فراری بدی ارواح خبیثه رو بسم الله بگی آخه. با الله اکبر که تروریستی مگه؟ منفجر کنی مگه خود یه شعار؟ صوت غريب يا جماعة. این که باز بود، نه اینو خودمون وا کردیم. آره یکی از اون درهایی که قفل بود شایستی که خودش باز شده باشد. فقط جان مادرت نپری به ما. باز شد. از این خونه قدیمی های روستایی ایرانی هم عروسک همیشه نشانه بدی است. خب این حاجی مونه با از که این حتی نشونی یا ابوالفضل. خب چرا خاموش شد؟ آقا کوچولو احیانا این قضیه به شما ربطی نداره. یا خدا صدا میاد. آقا جان مادرت بذار ما بیایم بیرون. جان مادرت در رو وا کن. جان مادرت ای خدا. من الان کنم باید صبر کنیم تا یه بلایی سرمون بیاری اینجا. یاد باید همینجور دق بده ما رو. خب با هیچی اینتراکشن نداریم، هیچ اتفاقی نمیاد. من باید بس که جیغ بزنیم تا بره بیرون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. باشد آقا. اوه چند تا چیز یه درم بسته شد. این مثلا شیفت رو میگیری مثلا میدوه، مثلا یه ذره سرعتش بیشتر میشه. و به اینجا که خیلی دنجه یه نفسی بگیریم.
توصیه میشه حتما با هدفونای خوبی اینو بازی کنی که حالا اتفاقا با این ریزر بلک شارک که جدید گرفتم دارم بازی میکنم و بسیار صدا طبیعی است متاسفانه. چرا کج را میری؟ یعنی برم بالا. این کاغذی که اینجا بود دیگه نیست. دیگه نیست. اینجا دیگه خبری نیست. تو این اتاق صدا داد بازم. اینجا چی؟ صندلی اینجا بود؟ من آخر فکر کنم یک چیزی از این آماده در بیاد. نیا خیلی نیا. بگریم پایین یعنی خب بریم پایین. پلا رو خوب میدونم. تا هنوز باز خوب. حاجی واقعا میگم چه جای پرتی چرا قوه با خودت ببر. خب اینجا که هنوز خبری نی. چیکار کنیم؟ بریم دوباره سمت آشپزخونه. بریم سمت آشپزخانه. خب اینجا که خبری نیست. صدای از اونجایی که دوباره نیومد فکر کنم هنوز ما این تغییره رو پیدا نکردیم. چیزی بوده که عوض شده. آقا نمیذاری بریم بیرون؟ نه اگزیت. خیلی جالبه. خودش پا شده، پای خودش اومده تو، بعد کلید خروج از خونه رو نداره. چرا آخه؟ چی بود؟ آخر یک بلایی از ناحیه این کچله به ما میرسه واقعا. خب هیچی هنوز خبری نیست. خود این عروس خانم محترم است که هر وقت صلاح بدونن. آقا تو میخوای یه بار دیگه سوره رو؟ یا خدا برقا رفت. آقا جان مادرت حمله نکنی یه دفعه. اوه یه چیزی دیده شد. نکنی این کار رو دوست عزیز. آخه چرا مگه من نمیدونم ارتباط این موجودات با برقا چیه؟ دوست دارن همیشه چراغا رو هم خاموش کنن. خب آقا ای صلاح میدونی یه کورسوی از نور به ما نشان بده تا زهرمونو نترکوندی. بالاخره این صدای آمد. میگم حالا که صدا آمد اگه سلام میدونی یه نوری به ما. یه چیزی دیده شد. چه عجب تشریف بردن ایشون از اتاق بیرون. فکر میکنم از اینجا وارد فاز حاجی چرا قوه داری؟ خب بمیری چرا زودتر این لامصبو روشن نکردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میبینیم که اینجا آشپزخونه به هم ریخته. خب بعد اون ظلمات منو اسکول کردی 2 ساعت بعد چرا قوه داشتی مرتی که چیه این بالا؟ اوه چش زخمم ماشاءالله زدم. شبیه خونه های
گراج از پله دوبلکس اینجوری کوچیکه خیلی اونهای بعدیه اینا اصلا. وای این عروسک کچله نیست اصلا حس خوبی نسبت به این ندارم اصلا. خب ایشون همچنان قفلن و همقدر وحشت کردی چرا قوه رو به دنیا آورد زایید نداشت قبلش اصلا اینونتوری نداره بازی. خب این بالا همچنان از خدا پدرشو بیامرزه در آورد از یه جایش. این طرف چه خبره؟ این طرف مادر جان بله تشریف آوردن ایشون. اجازه میدیم ما رد شیم قربان؟ کچل با رد شیم. که هنوز وازه. خب خوبه. بعد بگو چرا این یکی پا نمیشد لامصب نگرش داشته بود که خودش وا کنه. آقا بریم بیرون. رفتیم بیرون. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خبر چه حاجی میگم بیا یه بار دیگه این سوره ناس رو بخون ها ضرر نمی کنی. شاید از سرش رفته باشه. یه آیت الکرسی هم بخونی بد نیست. بله به ایشون خیلی از ما خوشش میاد مثل که حالا چه برنامه‌ای برای ما داره الله اعلم. دوست دارن ایشون فقط جا به جا بشن مرتب. خب فعلا که همینجا تشریف دارن احتمالا منتظر ما. بریم این طرف یک حرکتی بزن. یه بار ظرف و ظروف شکست دیگه فکر نکنم به این زودی اینجا خبری بشه. ما همچنان منتظریم. همچنان کلیک میکنیم رو همه چی. کلید بود لامصب از کجا برداشتی اینو؟ به جان خودم اینجا هیچ کلیدی چیزی ندیدم و 100 سری اومدیم اینجا. شایدم من ندیدم بعدا آره تو ویدیو معلوم میشه. خب من غلط کردم گفتم خودتو به ما دیگه خودتو ننما. ترجیحاً اگه از هدفون با کیفیت هم استفاده نکردین اشکال نداره. خب بله سلامتی. اولین کلید اولین در رو باز کرد. چه اتاق گرم و نرمی تلویزیون هم داره. احساس می‌کنم بسم الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. به نظرتون چرا مرد با بقیه‌شو بخون؟ به تشریف بردند ایشون. بله سینر خودتی گناهکار. دیوار مردم چیز می‌نویسی؟ یعنی خود عروسه بود بچه ها. باید نگاه کنی بری کلید برداری.
اینجا که چیزی نیست. به این دید الان نگاه میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله بسم الله. اشتباه شد. حسبی الله و نعم الوکیل. دعایی نموند که این نخونده باشه به جان خدا. تلویزیون روشن شد. ای جان ای جان، تو تلویزیون الان دوباره روشن کنم به نظرتون فکر خوبیه؟ پشمام ریخت. و این شبیه با بزرگ عمه ما. خب با اجازه شما رو خاموش کنیم یه موقع خیال بد به سرت نزنه. کلید رو پیدا کردیم. ایول، کلید رو داد. حالا میریم که وارد این اتاق آخری بشیم ببینیم اینجا چی داره. بریم عقب بریم عقب بریم عقب بریم عقب. بله زیر زمین هستن ایشون. خب 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحیم. نه چی صدای زوزه باد می آید از بله اینجا ادامه داره. ببین خب الان چرا روشن نمی کنی اون چراغ قوه یا فندک کوفتی رو؟ یه تلویزیون هم اینجاست حاجی روشن میشه با یه جایی یه درز و دورزی از صدای یا خدا یا خدا. بله منشأ همه بدبختی ها پیدا شد دیگه. کارش نمیشه کرده احتمالاً قبر خیلی گرون در می اومده حاجیمون تصمیم گرفته خلاصه یکم زیادی تاریک شد. دوست ما مرد مومن اون چراغ قوت رو لطفاً اگه ناراحت نمیشی یا روشن کن چون من احساس میکنم که نیا بیا نه چی شد؟ خب اینجا دیگه خبری نبود. یه سر میگم برگردیم بریم بالا. بریم بالا دوباره ببینیم چه خبر. در قفل یا خودت نمیری بیرون؟ نه مثل که دوست نداره بیرون. خب برمیگردیم پایین مثل که یک کاری اینجا باید انجام بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله بسم الله حسبی الله و نعم الوکیل. ای خدا لعنتت کنه. ماشاءالله اصلا یه همچین جامپسکرهایی داشته باشه بازی نیاز به تعدد جامپسکر نداره. اوف بله ایشون اینجا تشریف بردن ظاهرا در این چی چرا تلویزیون تلویزیون چپه شده. خب تشریف بردند اینجا
بله. تا حالا به این فاصله، به این نزدیکی حاجی چه باد زدی یا؟ بله ایشون هستن. آقا ما چاکریم، ما مخلص شماییم. بله 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 احتمالاً صدا میه بچه ها میگم بگیم آجی اگه تصمیم داری این چراغ تو روشن کنی الان وقت خوبیه ها. من جوری وجودشو ندارم برم تو اون تاریکی. لامصب یه بار دیگه اونجوری من بترسونی دیگه نترسوندی ها. خب یه بیای پولی بگیر بذار ما از اینجا بریم بیرون. نه بودو لامصب جلو چه طرز راه رفتنه. به سلام علیکم، تشریف آوردن ایشون اینجا. الان فکر کنم دیگه بریم بالا. یه چیزی اینجا اومد. چی اومده؟ Find 5 dolls and drop them into the grave. 5 تا عروسک پیدا کنیم بندازیم تو اون قبر. این یکی خورد، چرا وحش نمیداری؟ اول باید یه تاییدیه نهایی از اینجا بگیریم بعد بریم سراغش. برو 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 برو. یه چیزی فکر کنم در خروجی بود. اما این اول باید بکنیمش نه؟ شاید همون دوستمون خودش زحمتشو بکشه. ما بچه بودیم از دستشویی برمیگشتیم 3 برابر این سرعت میدویدیم و فکر کنم قرار نیست به این راحتی مثل که این دوستانمون پیدا بشن. اجازه خروج داده شد. خب به سلامتی. خب حالا میفهمیم دنبال کوست عروسکی آبی. کجایی؟ آقا کچله حالا که لازمه داریم دیگه ما رو نپیچون. قاعدتا اگه ایشون دشمن ما هستن نباید از این نشانه ها اینا بذاره در مگه فکر کنم اون یارو پیریه بود، فکر کنم اون داماده است و چون خیلی مهربونه خواهد به ما کمک کنه که خلاصه از اینجا بریم بیرون. بمیگه این دفعه دیگه یه خبری من بالاخره ایوه خب برداشت. 1 عدد عروسک کچل پیدا کردیم و اینم 2 عدد. بالاخره این اتاقای اتفاقی افتاد. چند تا بود؟ 5 تا بود کلش. باید 5 تاشو پیدا کنیم. ببینیم این اتاق خبری هست یا نیست. رو تختی جایی بله یکی اینجا. با این ست تاییدیش هم قاعدتاً داونستیرز موجود می باشد. بذار این محله رو ما انجام بدیم بعد شیپور بزن. اینجا که بعید میدونم 2 تا ما اون ته پیدا کنیم. یکیشون که اینجا هست. یکی این رو میشینه بالاخره. چه به
2 تا پیدا کرد. و 5 تا تکمیله. برای اولین بار دقیقا معلومه که چیکار کنیم. توی استیون میگه که به این راحتی نخواهد بود و دشمن در کمین است. آقا به این یک بار شما رو سکته داری جان مادر دوباره نیا. بله میریم که به سمت اینجا. چی شد؟ موس هم قاطی کرد. و سلام علیکم. سلام علیکم. این تلویزیون روشن نشد که آمده اینجا دوست. چه عجب. اینجا چیزی نیست. و نوشته چی بود؟ یه نوشته اومد اینجا. رد می شدم یک مطمئنم یه نوشته دیدم یه جایی. نه. به به. خب آقا تاجی مشغول شو کندن دیگه. تا نکنی اینجا رو که چی بزنیم توش دیگه. کلنگ هم که اینجا هست آماده. نکنه سوسولی یا نمیتونی بکنی ها. فعلا که حالا قصد ندارن همچین کاری بکنن. احتمالاً ما برگردیم بالا. این عوض شد. Find fire and burn babies. بله آتیش پیدا کنیم و بسوزانیمشان. آتیش این بخاری بود. کدوم اتاق بود؟ این اتاق دنجه بود. اینجا بخاری داشتیم. اینجا بخاری داشتیم. اینجا هم هست. همینجوری که نمیشه. خب یه چوبی چیزی میخواد. شاید آشپزخونه یه چیزی پیدا بشه. یک چیزی که قابل اشتعال باشه و ما بتونیم مشعلی چیزی بسازیم. نه اینجا چیزی نداریم. بریم طبقه بالا، چون عادت داری یه دفعه چیزایی از اینجا در میاد که میشه برش داری. توالت فکر نکنم تیکه چوبی چیزی یا دیگه فکر کنم کار خودشو کرده. این اتاقم حال کردی گفتم کشوهای خب من کلیک میکنم صدای مچ میاد. ما الان با کبریت اگه بریم یعنی اجاق خودش روشن بود که ما کبریت بریم روشنش کنیم. شاید هم یه نفتی چیزی باید پیدا کنیم بریزیم اونجا. چه میدونم والا. بریم ببینیم. امتحان میکنیم. اجاق نه هیچ اتفاقی اینجا با کلیدای اکشن نمیافته. شاید هم همینجوری ممکنه یعنی با همین کبریت خالی شعله ور بشه. بعید نیست. به امتحانش میارزه. چپ راست 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 چپ راست. خب دالان جهنمی. برو 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 برو. اینجا یک اتفاق. بله خب شو خودمون علاف نکردیم دنبال نفت و بنزین و چوب.
خب الان چی؟ الان تموم شد. اینجاها که الان برمیگردیم و خودمون رو آماده میکنیم برای ریاکشن عروس خانوم به این به این کاری که ما انجام دادیم. قطعا ایشون خوشحال نخواهند شد و قطعا به این حرکت، خب این که همینه هنوز عوض نشد، عکس العمل نشان خواهند داد. بله میبینیم که ما رو مجدداً به اسارت گرفتن. ببین جان مادرت. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. دیگه چه خوابی دیدی آسمان؟ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. ممکن شما به منم بگین که آقا خب آزار داری آخه این بازی رو بازی میکنی. ببینید دیگه من چقدر فداکارم دیگه، به خاطر شما اینجوری جان فشانی میکنم. مثل که مایمو همین در رو باز کردن برامون. خب کلا پوکیت همه چی. این از این چی میاد تلسما گذاشته بودن. پیرو این مطلب فیلم ترکیه است، سری فیلمه به اسم دبه، سومیش هست به اسم جین پارماسی هم چیزی. من الفبای ترکی رو خیلی بلدم. اونو حتما اگه دنبال همچین چیزایی هستین حتما اون فیلمو ببینید. اگه با این فضا حال کردین حتما توصیه میشه. خب باز دوباره داره مالتیپل جیغ میزنه دیگه. ببین یعنی حس خوبی نداریم، اصلا وضعیت مساعد نیست. نزدیک میشه به سمت و آنکه چه اتفاقی خواهد افتاد اینجا. خب در رو باز کرد، راستی در رو باز کرد. یادداشت اومد. خب آقا تمامه. چی زده؟ You broke the spell, find the key and go. ایول آقا مبارکه، ما از که طلسم شکستیم. حالا باید کلید رو فقط پیدا کنیم و بریم. خب کلید پیدا کردن هم که کار ساده ای نیست. خب اگه طلسم شکسته یعنی دیگه کاری بکن. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا صدای در زدن رو شنیدین؟ به جان خودم اینقدر این هدفونه چیزه. من الان دورور ناکم فکر همین که داره در خونه‌مون رو میزنه. بذار از دخترم بپرسم. بابا کسی در خونه رو زد؟ نه نزد. با از این هدفونه بود. عجب چیزی لامصب. چنان صدای طبیعی از اون ور اومد قشنگ حس کردم یکی در خونه رو میزنه. خب نمست که ما رو رها نکرده و قاعدتاً با این بلایی که ما سرش آوردیم خیلی راحت اجازه نخواهد داد خارج شیم. خب یه سر تا این ته بریم ببینیم. خب بالاخره کلید رو پیدا کردیم. این تیکش خیلی سرکاری بود. الکی یادم منور میرفتی تا ایشون کلید رو نشون بده. خب حالا ببینیم که میشه بریم بیرون یا نه. بالاخره واکنش. بله درم باز شد.
پاشیم بریم نماز شب بخونیم. بله ریل سایکولوژیکال هورر. خب بچه امیدوارم از این گیم پلی لذت برده باشین و اگه خودتون تجربهش کنید خیلی لذتش بیشتره. من واقعا از فضا سازیش لذت بردم و بسیار دلهره‌آور بود، مخصوصا اینکه برای ما ایرانی خیلی قابل درک و ملموسه. اگه لذت بردین حتما لایک و سابسکرایب یادتون نرد. تصمیم داریم از این به بعد خیلی گیم پلی از این بازی‌های کمتر شناخته شده براتون بذاریم تا لذت ببرید. قربون همتون تا ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.